سلام برابچ، چه خبر؟ برابچ امروز براتون این واتساپ جدید آوردم. این واتساپ کاملا ضد ویروس، ضد بنم است. شمارهاتون مسدود هم نمیشه. برین واتساپ رو تست کنیم. اگه خوبه بچه داخل کامنت ها بهم بگین. اگه ما رو سابسکرایب نکردی حتما سابسکرایب کن، زنگولش هم فعال کن و هر موقع براتون ویدیو گذاشتیم یه نوتیفیکیشن برای شما بیاد. عشق من هستید. بریم سراغ ویدیو. بیشترشون بچه بهم پیام میدن داخل واتساپ، میگه این لینک واتساپشو کجا گذاشتی؟ بچه زیر همه ویدیو هست، دیسکریپشن رو بزن و دانلودش کن. اینو میذاریم بچه ها. اینجا میتونی زبان واتساپ رو عوض کنی، مثلا اگه فارسی هست انگلیسیش، اگه دوست داره انگلیسی میتونی انجام بدی، اگه انگلیسی میتونی فارسیش انجام بدی. اونجا بالا لینک چنل یوتیوب مونه، هم تنظیمات واتساپه. शाम तेरी गलियों में आना जाना होते ही शाम तेरी गलियों में. بچه کسانی که میخوان به جای استوری 30 ثانیه مثلا 1 دقیقه 2 دقیقه بذارن، اینو باید فال کنید. تیکه که اینجا علامت گذاشتم اینو فال کنید و میتونید استوری به جای 30 ثانیه 1 دقیقه 2 دقیقه میتونی استوری بذارید. اینجاشو میزنیم میریم داخل مشخصات واتساپ. این یکم از مشخصات واتساپ که اینجا نوشتم. یا پایین لینک یوتیوبمون هم گذاشتیم یا آهنگ گذاشتیم براتون. بچه کسانی که میخوان جای پیام رو تغییر بدن اون چیزا، مثلا ویراش بدن، اینجا میتونی جای تیک های پیام رو تغییر بدی، مثلا 2 تیک خورده 1 تیک خورده مثلا میتونی اینجاش هم تغییر بدی و دیگه کنارهای پیام اونجا میتونی تغییر بدی. کل مود براتون اضافه کردم، میتونی هر مودی تا دلتون بخواد انتخاب کنید. از اینجا میتونید پیام رو مثلا بزرگ کنید یا کوچیک کنید تا دلتون بخواد اندازه خودتون انجامش بدید. जीने लगी हूँ मैं जो तुम ही तो हो वजह. तुमको पाया है दुनिया में मैंने इबादत से. खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से. खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से. بچه اینجا براتون مترجمم آوردم، میتونید تبدیل به انگلیسی، عربی، هر زبانی که دلتون بخواد میتونید پیام را تبدیلش کنید. دوستان تو این واتساپ میتونی وایس هم استوری بذاری، همون صدا رو میتونی استوری کنی. خب رفقا به آخر ویدیو رسیدیم. بچه اگه از این سبک ویدیو دوست داشتی حتما چنل منو سابسکرایب کن، زنگولش رو فعال کن، هر موقع براتون ویدیو گذاشتیم نوتیفیکیشن بیاد. بچه اگه نظر چیزی داشته حتما داخل کامنت ها بگید و لایک یادتون نره. عشق من هستی. خدا نگهدار از ویدیوهای
بعدمون.